مرزبندی آسیای میانه در سالهای 1924-1929 و عاقبت‌های آن برای ملت تاجیک. تقسیم حدودی ملی آسیای میانه که سال 1924 برگزار شد، یکی از بزرگترین ناانصافی‌های تاریخ در حق تاجیکان بود. به شک این مرزبندی برای بعضی خلق‌های این سرزمین چنانچه برای ترکمن‌ها، قرغیزها، ازبک‌ها حادثه مهمی بود که در تعیین سرنوشت ملی استوار کردن ریشه‌های هستی تاریخی خود برای اتحاد ملی آنها اهمیتی کلان داشت. بخصوص برای رشد و کمال ملت ازبک راه هموار نمود، ولی برای تاجیکان اندک راه گشاد و بس. میتوان گفت برای تاجیکان بسیار راه‌های رشد و کمال ملی را به کلی ببست. مردم تاجیک از تاریخ نوانصافی بسیار دیدند و مرزبندی سال 1924 یکی از موردهای بود که بی‌عدالتی به نهایت درجه رسید. این مرزبندی را یکی از تلخترین میوه‌های اکتبر که تاجیکان چشیدند باید دانست. از اول انقلاب آشکار بود که اگرچه در سندهای رسمی شماره تاجیکان کم نشان داده می شود، سال 1918 در ترکستان روسیه، سمرقند، تاشکند، فرغانه یک از 3 میلیون نفر تاجیک میزیست. سیاستمداری برجسته تاجیک عبدالرحیم خاجیبایف تاکید کرده است که پس از انقلاب سال 1920 جمهوری بخارا نه جمهوری ازبکی بلکه دولت ایرانی بود. اهالی بخارا 3 میلیون نفر از جمله تاجیکان 2 میلیون و 100 هزار تن، ازبک ها 750 هزار تن بودند. یعنی در جمهوری بخارا تاجیکان 70%، ازبکان 25% تشکیل میکردند. پس لازم بود که سال 1924 هنگام مرزبندی ملی جمهوری بخارا سابق امارت بخارا اساس جمهوری تاجیکستان را تشکیل نماید و دیگر ناحیه های تاجیک نشین فرارود، سمرقند، استرافشان، خوجند و غیره به آن همراه شوند. آنگاه برای تشکل اتحاد ملی تاجیکان فرارود زمینه آماده می‌گردید. ولی این طور نشد. انقلاب در بخارا اکثرا پنترکیست های گذرا، خصوصا غاصب ترین شاخه پنترکیزم که آن را پنوزبکیزم است، بر سر قدرت نشاند و سرنوشت تاجیکان را به دست آنها سپرد. ترک پرست ها از روی انکار کلی موجودیت تاجیکان عمل نمودند. اول زبان فارسی تاجیکی را از رسمیت بیرون کردند، مکتب و معارف، مطبوعات و نشریات تاجیک را برهم دادند و بعد چون بولشویکان تقسیم حدود مرزبندی ملی آسیای میانه را به دست پنترکیست ها انجام دادن شدند. برای پنترکیست ها وقتی آن رسید که تاجیکان را دیگر از صحنه تاریخی فرارود به کلی بیرون کنند. آره، خواستند نام تاجیک را از صفحه تاریخی گذشته و آینده پاک نمایند. افسوس که علم تاریخ معنای اصلی مرزبندی سال 1924 را هنوز همه‌جانبه پدید نآورده است. علم تاریخ آن حقیقت را هنوز نگفته است که با تلاش و پرخاش‌های چند تن از وطن دوستان و ملت پروران جسور تاجیک آن نقشه پنترکیست ها ویران شد، درست‌تر آنکه قسماً اجرا نگردید. معلوم می شود که استالین مرزبندی را اساساً به 3 نفر سپرد. یکی زلنسکی بود و 2 نفر دیگر یعنی عبدالله رحیمبایف و فیض‌الله خواجه‌یف پنترکیست های گذرا. تاکید میکنم بولشویکان اجرای کاری را که یک عمل مهمتر تاریخی بود به دست چند خائنان سپردند. چرا چنین شد؟ چون که اصل نیت بولشویکان ناپاک بود و برای اجرای آن دست ناپاک لازم بود. استالین نمیخواست که به تاجیکان چیزی که به استقلال مانندی داشته باشد بدهد، چرا که اول تاجیکان از جمله خلقهای ایرانی بوده، با خراسانی ها افغانستان امروزه و ایران هم ریشه های عمیق تاریخی راندند. استالین حق داشت خوف ببرد که اگر تاجیکستان به وجود آید که جمهوری بزرگ و توانا باشد، ممکن است روز در دل تاجیکان فرارود آرزوی پیوستن با همخوانان ایرانیشان پیدا شود. بعداً تاجیکان بیشتر از دیگر خلقهای آسیای میانه معنویت جوی و دیندار بودند. بخارای شریف قوه اسلام و دین، قوت الاسلام به شمار می رفت. مردم تاجیک در بین خلقهای اطراف فرهنگ معنوی و اسلامی را گسترش دادند و نفوذی روحانی داشتند. چون این ملت را قوت دادن برای بولشویکان خف داشت. برای چنین ملت دولتی توانمند سازمان دادن از طرف بولشویکان به احتیاطی می بود. چون این خلق را بیشتر از دیگران سرکوب داشتن لازم بود. از این روز استالین نقشه چیچرین را قبول نکرد. چیچرین وزیر خارجه شوروی بود. برای مرزبندی آسیای میانه نقشه پیشنهاد کرده بود.
چیچرین خبر داشت که در آسیای میانه یعنی ترکستان روسیه و امارات بخارا و خیوه در دهه دوم سده 20 شماره ازبک ها قریب 2 میلیون بود، اما تاجیکان در امارات بخارا 2 میلیون و 100 هزار، در ترکستان روسیه 1 میلیون و 300 هزار، جمع در فرارود 3 میلیون و 400 هزار نفر بودند، یعنی اندک کمتر از 2 برابر ازبک ها جمعیت داشتند. از این رو چنانچه حالدانان میگفتند چیچرین پیشنهاد کرده بود که در آسیای میانه جمهوری بزرگ تاجیکستان تأسیس باید داد و ازبکستان جمهوری خودمختار تابع تاجیکستان باید باشد. چیچرین میخواست حدود پیشتره دولت بخارا یعنی مرزهایی که بخارا تا سال 1867 تا تصرف روسیه داشت در شمال و شرق تا جیزخ و آستانه تاشکند تا دهه محرم کنی بادام میرسید دوباره برقرار شود و این گستوره تاجیکستان نام بگیرد و آن بخش فرغانه و تاشکند که از این حدود بیرون است ازبکستان نامزد شود. چیچرین از این پیشنهاد سود امپراتوری شوروی را به نظر گرفته بود. او میدانست که اگر تاجیکستان توانا و آبرومند باشد بیشتر امکان خواهد داشت که نفوذ شوروی را به کشورهای اسلامی شرق میانه بگذراند، اما جمهوری های ترکی آسیای مرکزی چنانچه ازبکستان چنین امکان را کمتر خواهند داشت. اندیشه چیچرین را استالین نپسندید. استالین از توان یافتن تاجیکان بیشتر خف و خطر چشم داشت نسود. او خواست به پنترکیست ها و به ویژه پن ازبکیست ها گذشت کند. استالین حتی نمیخواست برای تاجیکان زمین جدا کند، دولت ترتیب بدهد. چون لایحه مرزبندی سال 1924 به تاشکند که مرکز ترکستان روسیه بود آمد، در این لایحه پیش بینی شده بود که برای تاجیکان یک ولایت مختار خرد در هیئت جمهوری بزرگ ازبکستان داده شود. در آغاز کار کمیسیون مرزبندی که در تاشکند با سروری 3 نفر مذکور مشغولیت سر کرد، از تاجیکان نماینده دعوت نشده بود و شرکت نداشت. البته رحیمبای و فیض‌الله خواجه تاجیک بودند، ولی یکم به صفت نماینده مسکو، دوم به عنوان نماینده خلق ازبک در این مجلس اشتراک کردند. آن روز چند از روشنفکران و شخصیت‌های جمعیتی تاجیک که در تاشکند بودند پیش بینای کمیسیون تقسیمات حدودی ملی جمع شده بودند. آنها به اداره‌های حزبی و دولتی رفتند و برای تاجیکان حق طلب کردند. این تلاش‌ها آن روزها گویا چندان نتیجه نداد. نتیجه فقط این بود که به جلسه کمیسیون تقسیمات حدودی ملی از تاجیکان نماینده دعوت شد. لیکن در قرار کمیسیون فقط همان ماده داخل شد که برای تاجیکان یک ولایت مختار در هیئت ازبکستان تأسیس داده شود. همین بود همت فرستادگان مسکو زلنسکی و رحیمبایف، پنترکیست های چون فیض‌الله خواجه‌ایف که برای تاجیکان ولایت دادند و حال آنکه این ولایت پسترین واحد مأموری اداری شوروی بود و برای تاجیکان چندان حقوق نمیداد.